سلام و عرض ادب خدمت دوستای هنرمند خودم. فرموده بودیم که ویدیوی شماره 1 که نحوه گرفتن ساز هست فیلمش خوب نیست و ما اطاعت امر کردیم، دوباره اجرا میکنیم براتون. امیدوارم که این دفعه مورد توجهتون قرار بگیره و بتونین ازش استفاده کنید. گفتیم که اگر ما دف رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم، ما با این ربع دایره پایین سمت راست کار داریم. انگشت دست چپ شستمون اینجا بسته میشه و تا جایی که میتونین سعی کنین دف روی کف دست قرار نگیره، روی تیغه دست قرار بگیره، یعنی دست چپ باز باشه، همیشه آماده ضربه زدن باشه. ربع دایره 60 انگشت 60 روی کمونه، دست تا جایی که امکان داره مچش صاف باشه. به وسیله شستمون اهرممون هست که دست داخل یا خارج دف میاد، مچمون خم و راست نشه. برای زدن ضربه تون گفتیم انگشتا کامل کنار هم قرار میگیره، کف دست روی پوست. اول این حس رو داشته باشین که دست قشنگ کامل پوست رو لمس میکنه، کل کف دست. بعد از اینجا شستمون کمک کنه بیاد بالا، ضربه روی پوست. اهرم دستمون باعث میشه که دست باز باشه، ضربه موقع ضربه زدن کف دست پوست رو لمس کنه. تون فقط ضربه‌ای که اجرا میکنین سعی کنین پوست دف رو نگیرین، یعنی جلو ارتعاش پوست گرفته نشه، اینجوری نشه. هر ضربه‌ای که میزنیم دست باز باشه، آماده زدن ضربه بعدی. دو تون. برای زدن میانه آرنجمون میره عقب‌تر، دست به سمت بیرون، 2 تا انگشت وسطی، انگشت 2 و 3 بندای اول و دومش ناحیه میانه. پس شد تون، میاد کنارتر، میانه. برای زدن بک دوباره آرنج به سمت بیرون حرکت میکنه. دست من اگه ببینید مچ خم نمیشه، همون 2 تا انگشتی که نوت میانه رو میزد این بار فقط بندای اولش مشترک میشه، نوت بک. پس تون، میانه، بک. 3 تا صدای مختلف باید داشته باشیم. دست چپ نوتی که داره همون میانه دست چپ هست یا چپ تنها. دست باز آماده ضربه زدن، همینجا ضربه‌شو میزنه. جلسات اول دوم سوم، حتی ماه اول دوم ممکنه چپتون صدای قوی و قدرتمندی نداشته باشه، عیبی نداره، به مرور زمان درست میشه. فقط سعی نکنین با حرکت اضافه مچ باعث صدا در آوردن دف بشین، چون دست ممکنه که استیل اشتباه توش جا بیفته، بعدا دیگه نشین درست کنه. بعضی از هنرجوها هستن به خاطر اینکه دست چپشون اول کار شروع کار قدرتی نداره، یکم دستو خم میکنن صداشو درست بشنون. این کار اشتباهه. همینجا آروم بزنین، پس میشه میانه چپ یا نوت چپ تنها هم بهش میگن. پس گرفتن دف سعی کنین موقعی که ضربه میزنید خیلی حلقه ها با پوست برخورد نکنه. دست چپ، تون، میانه راست و بک. تمرین دیگه‌ای که میتونین داشته باشین، دف رو با دست چپ نگه دارین به این صورت، حلقه ها با پوست برخورد نکنه. اینو که تونستین یاد بگیرین، دفعتون زیاد تکون نخورد، شروع کنین آروم با دست چپ ضربه بزنین روی پوست. خیلی خیلی آروم با شماره و حلقه ها تکون نخوره. این میشه ویدیو گرفتن دف. امیدوارم که بتونین ازش استفاده کنین. بقیه فیلم ها رو هم اگر که دوست داشتید به همراه کتاب تهیه کنید، با شماره تلفنی که اول ویدیو هست تماس بگیرید، ما کتابا رو تقدیم حضورتون کنیم.